مزمور 55:17 صبح، ظهر و شب خدا صدای مرا میشنود. آمین. Psalm 55:17 Morning, noon and night, the Lord hears my voice. Amen. مزمور 55:17 خدا صبح، ظهر و شب صدای من را میشنوه. آمین. مزمور 55:17 صبح، ظهر و شب خداوند صدای مرا میشنود. آمین. مزمور 55:17 صبح، ظهر، شب خدا صدای ما را میشنود. آمین. Morning, noon and night, the Lord hears my voice. Psalms 55:17 صبح، ظهر و شب خدا صدای منو میشنود. Morning, noon and night, the Lord hears my voice. Psalm 55:17 مزمور 55:17 صبح، ظهر، شب خداوند صدای من را میشنود. آمین. Morning, noon and night, the Lord hears my voice. مزمور 55:17 صبح، ظهر و شب خدا صدای من را میشنوه. صبح، ظهر و شب خدا صدای منو میشنوه. مزمور 55:17 صبح، ظهر، شب خدا صدای من را میشنود. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها کمکم میکنین که 2 عکس هم شکل پیدا کنم؟ نه، مثل هم نیستن. نه، اینا هم مثل هم نیستن. یه بار دیگه امتحان کنیم. ولی این 2 قلب مثل همن. زری بری، خاله مهسا، سلام. سوال امروز اینه که قلب ما چطوری میتونه به قلب خدا شبیه بشه؟ بریم ببینیم نظر اونا چیه. سلام خاله پگا، سلام بچه ها. زری بری، بچه ها این عکس رو ببینین. کدوم یکی از اینا کتابیه که پر از حرفای خداست؟ بذار ببینم کدومشونه. من میدونم، کتاب مقدس دیگه. آفرین زری بری. حالا بگو ببینم با کدوم یکی از اینا میتونیم آهنگ بنوازیم؟ بذار ببینم اینه یا اونه. کدومش بود؟ من میدونم خاله مهسا، گیتاره. آفرین زری بری. حالا بگو کدوم یکی از اینایی که باقی مونده مثل هم هستن؟ اینه یا اونه. فکر کنم. این دسته و اون دسته، 2 دستا. آفرین زری بری. ببین چی میشه وقتی کنار هم میذاریمشون؟ خاله مهسا فکر کنم میشن دستای دعا. بله زری بری، بله بچه ها، من فکر میکنم آماده ایم داستان امروزا با هم ببینیم. بریم ببینیم. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم می‌داره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا
تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. بچه ها، اولین پادشاه اسرائیل شاول بود. شاول از خدا اطاعت نمی کرد. بنابراین خدا به سموئیل نبی گفت مردی رو که اسمش یسا هست رو پیدا کن، چون یکی از پسرهای اون قرار پادشاه جدید بشه. سموئیل یسا رو در بیت لحم پیدا کرد. اون 7 پسر یسا رو دید. اونها خوشندام و قوی بودن. خدا به سموئیل گفت اینها نیستن. ظاهر آدمها برای من مهم نیست. من به دل انسانها نگاه میکنم. یسا یکی رو فرستاد تا کوچکترین پسرش یعنی داوود که مشغول چروندن گوسفندا بود رو پیدا کنه. سموئیل نگاهی به داوود انداخت و خداوند گفت این همون کسیه که انتخاب کردم. پس داوود به عنوان پادشاه جدید انتخاب شد. بعدها اسرائیلی ها با فلسطینی ها وارد جنگ شدند. یه سرباز غول پیکر فلسطینی که جولیاد نام داشت قوم بنی اسرائیل رو به جنگ دعوت کرد و از اونها خواست تا قهرمان خودشون رو برای مبارزه با اون بفرستن. اما اسرائیلی ها خیلی ترسیده بودن. یه روز داوود برای برادراش در سپاه اسرائیل غذا می آورد. اون دعوت به جنگ جولیات رو شنید و نترسید. داوود گفت جولیات چطور جرأت میکنه ارتش خداوند رو تهدید کنه؟ من با اون می جنگم. شاول پادشاه که خیلی تعجب کرده بود زره خودش رو به اون داد. اما داوود گفت نه. خداوند من رو در کشتن حیوانات وحشی کمک کرده و در برابر جولیات هم همراه من خواهد بود. داوود 5 سنگ و 1 قلاب سنگ برداشت. جولیات فریاد زد آیا من یک سگ هستم که یک کودک رو با چوب دستی برای جنگیدن با من فرستادید؟ داوود جواب داد تو با نیزه برای جنگیدن اومدی، اما من با کمک خدای اسرائیل. داوود سنگی در قلاب سنگش گذاشت و اون رو پرتاب کرد. سنگ به پیشونی جولیات خورد و اون رو بر زمین انداخت. بچه ها، اسرائیلی ها فلسطینیان رو شکست دادن و به کمک خداوند داوود به یک قهرمان تبدیل شد. خاله مهسا، داوود چه کارهای خوبی میکرد که نشون بده قلبش با قلب خدا یکی شده. دقیقاً زری بری. داوود هم به خدا گوش داد، هم به خانواده‌اش کمک کرد. کارایی که هیچ کس نمیخواست انجام بده رو داوود انجام داد. اون حتی با جولیاد هم جنگید. بله زری بری، بله بچه ها. حالا به من بگو ببینم ما چطوری قلبمون به قلب خدا شبیه میشه؟ خاله مهسا، من فکر میکنم باید خدا رو بهتر بشناسیم. بله زری بری، دقیقاً. ما هم میتونیم کلام خدا رو بیشتر بخونیم و که خدا رو بهتر بشناسیم. اوه خاله مهسا، کتاب مقدس یکی از اون عکسا بود، یادته؟ بله زری بری، بله بچه ها. میخوایم با یه سرود جدید خدا رو بپرستیم. میدونستی که ما هم میتونیم برای خدا سرود بنویسیم؟ اوه خاله مهسا، یکی از عکسای منم گیتار بود. پس ما میتونیم با ساز هم به خدا نزدیکتر بشیم. بله زری بری، بله بچه ها. یه آیه جدیدم خاله پگا به ما یاد میده، ولی اول بریم با هم سرود بخونیم. بریم. خاله مهسا، من یه سرود قبلا برای خدا گفتم، میگه و به خواب هم میروم
بچه ها، داوود خیلی وقت به خدا میداد که قلب خدا رو بهتر بشناسه و که قلب خودش مثل قلب خدا بشه. پاشین با هم آیه امروز رو یاد بگیریم. تیتوس 3:1 برای هر کار خوب آماده باشید. Titus 3:1 Be ready to do what is good. کیمیا جان سلام، شما هم میتونی این آیه رو بر ما بگی لطفاً؟ بله خاله، سلام بچه ها. تیتوس 3:1 برای هر کار خوب آماده باشین. بچه ها این دستا رو یادتونه؟ دستهای دعا. میتونیم هر روز به خدا دعا کنیم که بیشتر بشناسیمش. بیاین با هم دعا کنیم که قلبمون بیشتر شبیه قلب خدا بشه. خدای بزرگ، لطفاً به ما کمک کن تا قلبمون با قلب تو یکی بشن. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها صدای آمینتون رو نشنیدم. آمین. بیاین به هم قول بدیم که این هفته یکم بیشتر خدا رو بشناسیم. تا دفعه بعد خداحافظ بچه ها. بچه ها یادتون نره آیتون رو برای ما بفرستید.